کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 22 ینور سال 2023 از مرگ یک باره 3 کودک هنگام یخماله‌بازی در دهه کوهستان در جنوب جمهوری خبر داد. این فاجعه شام شنبه 22 ینور در دهه غربدر نویه مومن‌آباد روی داده است. بنا به گزارش کمیته ولایت‌های فوق‌العاده شام 21 ینور تقریبا ساعت 17:30 دقیقه 3 کودک خردسال که دویش 5 ساله و یکی دیگر همگی 4 سال داشت در حوض دهه غربدر جماعت دیهات بلخوبی نویه مومن‌آباد که این حوض بر اثر سردی‌های روزهای اخیر یخ بسته بود یخماله‌بازی می‌کردند. از قضا خبط یخ شکسته و این 3 کودک در آب سرد غرق شدند. ساکنان کلانسال دیه برای نجات آنها شتافتند ولی متاسفانه الکی دیر شده بود. ساکنان این 3 کودک را وقتی از آب برآوردند که آنها الکی جان داده بودند. هنوز معلوم نیست که این کودکان خردسال چگونه بدون نظارت کلانسالان و باز در وقت شامگاه در بالای یخی خطرناک حوض دیه یخمالک می‌کردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به والدان و پیوندان این 3 طفل غور مرگ اظهار همدردی کرده همزمان بار دیگر از پدران و مادران دعوت کردند که کودکان خود را به نظارت نگذارند و آنها را حتما از خطرهای احتمالی از جمله در روی آب‌های یخبسته آگاه کنند. در روزهای آخر که تاجیکستان و منطقه به سردی‌های بی سابقه روبرویند، الکی 4 نابالغ در تاجیکستان بر اثر شکستن قبط یخ در آب سرد غرق شده جان دادند.